من حالا تمام میکنم. ببینید بهرام چوبینه یکی از بهایان معروف، سایتش هم نوشته، تمام این صفحه توهین کرده به آقای احمدی نژاد. بالاش نوشته زنده باد لیبولینجر. لیبولینجر کیه؟ رئیس دانشگاه کلمبیا. بعد نوشته رئیس جمهور ایران به شکل، جملاتش من نمیخونم، به شکل فجیعی تحقیر شد و با این تحقیر ولایت فقیه 28 ساله ایران پایان گرفت. ببینید چقدر پر رو هستن، ببینید تا کجا ایستادن، تا کجا فعالیت میکنن. این ملاحظه فرمود. بله، سلطان بی تخت و تاج، اینم تصویر تیمسار ایادی هست که توضیح داده که 80 کارخانه و شرکت پول درآور در اختیار داشت. بعد میام جلوتر اینا تلگرافی میگن. بیانیه وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره ایران در سال 2006 فروردین 2006 که تقریبا میشه 1.5 سال قبل. بند 5 نوشته شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا نسبت به آزادی مذهب در ایران به خصوص درباره بهائیان نگران است. تو این مذاکرات چی؟ انرژی هسته‌ای مرتباً این مطرح میکنند. هی مرتباً میخوان تلاش کنن که به این فرقه جاسوس خلاصه زاله رسمیت داده بشه. بعد میام جلوتر یه سایتی دارن به نام نغمه ورقا. نغمه ورقا اینا هم آدرس داده، اینجا آدرس داده، اینجا یک عکسی جوانی آویزان کرده. بعد اگر خواستید از نزدیک میتونید بیاد ببینید. یه جوان به سقف آویزان شده، از سر گردنش داره خون میریزه، دست چپ 3 نفر مأمور شکنجه هستند، دست راست آقای خاتمی هم داره نظارت میکنه. سایت ورقا. حالا این چی هست؟ نوشته در این تصویر جوانی را میبینید که توسط مأموران سوال و جواب میشود، یعنی نظام جمهوری. توضیح بیشتری نمیتوان داد چون که تصویر به خودی خود گویای کامل این جوان، داستان این جوان است. آقای خاتمی رئیس جمهور سابق ایران ناظر بر صحنه هستند. حالا چی است؟ ببینید چی کار میکنن، تو کجا میرن جلو. یه موزه اخیراً تهران ساختن به نام موزه عبرت. پرشب آقای بشارتی دیدید تو تلویزیون سرگذشت زندانش توضیح میداد. اینایی که شکنجه شدن در زمان رژیم شاه اونجا اومدن توضیح میدن که ما خودمون دیدیم به مته سر آیت الله غفاری سوراخ کردن و شهید کردن. اینقدر ضربه زدن به آیت الله سعیدی، اون شهید کردن. میگن ما خودمون چگونه شکنجه شدیم و این شکنجه ها رو دیدیم. اونجا هنرمندان این توضیحات به صورت مجسمه در میارن. اسمش موزه عبرت تهران. اگر رفتید آدرسش بگیرید برید نگاه بکنید به چه وضعی در ساواک اون روز حاکم بود. این مجسمه مومی هست. این مجسمه ها، این 3 نفر که یکشون هم کراوات زده مأمور شکنجه، این 3 تا هم مجسمه هستند. هر کسی میره بازدید میکنه. آقای خاتمی هم رفته بازدید کرده. توجه کردید چه خبره؟ حالا اگر بدیم به دست شما ها نمیدونه دیگه، هی مقدار آخواخ میکنید او چه خبره.